سلام علی رضا. سلام. هیچ خبری از صابر و یاسر و ناصر و جابر و شهین دخت مهوش پرویز خواهر برادرای بیژن نداری؟ نه کلا نیستن. چطور؟ بیژن فلکزده یه چک کشیده، اگه امروز پاس نشه آبرو حیثیتش میره. چرا چک کشیده نتونه پاس کنه؟ الان وقت سرزنشه، میگم کمک میخواد. باید بره وام بگیره. من میگم امروز، تو میگی وام؟ ماشینشو بفروشه. با اون لکنته همه سرمایه زندگیش باش میره مسافر کشی نون در میاره. چیزی واسه فروش نداره؟ نه واقعا. واسش دعا میکنه. میگم پول میخواد، میگه دعا میکنه. ای بابا کی الان که هیچکی پول نداره واسش دعا میکنه. بهتر نیست ماها که رفیقاشیم نفری 2-3 تومن بذاریم وسط آبروشو بخریم؟ نه خدا بزرگه واسش دعا میکنه. الو محمد. ای وای ای وای آخه ای وای. باشه چی شد؟ محمده میگه بیژن چکش پاس نشد، شرفش رفت. اشکال نداره، تنش ساله. خودش هم سکته کرد، مرد. بله مرد. بیژن مرد. ای وای بیژن داداشم بود. ای وای بیژن. ای وای. سلام ناصر، صابر، یاسر، جابر، شهین دخت و دیگر دوستان. داداشم بیژن این شبای آخر یه غمی تو چشاش بود. وقت مراسمش زنگ تمام بزاره. بهترین قبر، بهترین کفن ابریشم، بهترین سنگ قبر. 1 میلیارد میشه. بشه همشو خودم میدم. بیژن داداشم بود. بابا اون 20 میلیون میخواست که نمیره.